سلام، خیلی خوش اومدیم به کانالم. امروز بالاخره فرصت کردم ویدیو ریکورد کنم. خب خیلی تغییرهای بزرگ و اساسی تو زندگی من اتفاق افتاد تو این یکی دو ماه اخیر. از جمله این که تو ویدیو قبلی گفتم ازدواج کردم، الان توی خونه زندگی میکنیم. زندگی متأهلی خورده فرق داره با زندگی قبلیم. از طرفی اجازه کارم اومده تو محل کار جدیدم و کشیکای اینجا هم شروع شده. امروز هم یک شنبه است، اینجا تعطیل رسمیه. من کشیکم، بعد احساس کردم که یه خورده سبک شد کارامو انجام دادم، گفتم سریع ویدیو ریکورد کنم. ولی ممکنه این ویدیو هر لحظه قطع بشه، از الان عذرخواهی میکنم بابت این. خب ببین، الان من امروز صبح از ساعت 6 بیدار شدم. ساعت تقریبا 6 و 45 دقیقه از خونه زدم بیرون. از دیروز حاضر کرده بودم چیزایی که قرار بود تو کشیک بخورم، چون من خیلی حساسم که چیزای سالم بخورم، میوه یا مثلا حتی اگه ساندویچ قرار درست کنم خودم درست کنم، بدونم که توش چی گذاشتم. چون متاسفانه غذای بیمارستان یه جوریه که من خوشم نمیاد و همه کسا حتی مردا که مثلا خیلی واسهشون وزن و رژیم و اینجور چیزا مهم نیست، تو آزمایشاشون کلسترولیناشون زده بالا. برای همون منم تصمیم گرفتم که خودم از خونه بیارم چیزایی که قرار بخورم و از دیروز حاضر کردم. اول اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم. کلا یه جوری شده که زندگیم از بیمارستان که صبح ساعت 6 بیدار میشم، 6 و 45 با همسرم میریم سر کار، اون میره شرکت خودش، منم میرم که سوار متروشم بیام بیمارستان. بعد عصری من ساعت تقریبا 5:30 خونه میشم، یه غذای درست میکنم. حالا هر چقدر که تجربه دارم در اون حد درست میکنم. مثلا خونه رو یکم اگه خیلی داغون باشه تمیز میکنم و اینا. 2 تا گربه دارم، با اونا وقت میگذرونم، خیلی حالمو خوب میکنم واقعا. اگه خیلی خسته باشم میخوابم باهاشون، 1 ساعت میگیرم میخوابم. بعد شبا هر دوتامون درس میخونیم. یه جوریه که من که یه جورای عادت شده واسم، حالا هم برای آپدیت نگه داشتن اطلاعاتم، هم اصلا احساس میکنم اگه یه پزشکی نمیتونی بدون مطالعه بگذرونی روز تو، چون یه حس خیلی بدی بهم دست میده. احساس میکنم که عقب موندم، احساس میکنم مثلا از چیزای آپدیت خبر ندارم. و الانم توی یه بخشیم که چون با مریضای پیوند کلیه و کبد و اینا سر کار دارم، اینا خب یه بخشای جدیدن واسه من. از کتابا سعی میکنم این بخشا رو بخونم. همسرم هم که به دوره آموزشی ثبت نام کرده واسه ارتقا، اونم هر روز تا ساعت 7 اینا عصر سر کار میشه. وقتی اومد خونه سریع چیزی میخوره، ساعت 8:30 تا 11:30 اونم سر کلاسه، به قولی اونم داره درس میخونه. جو خونمون قشنگه کلا، چون دوست دارم که هر دوتامون مثلا داریم واسه پیشرفتمون یه کارایی میکنیم، میدونیم. البته که مثلا روزایی میشه که تلویزیون نگاه میکنیم، فیلم نگاه میکنیم، درس نمیخونیم، ولی 90% روزامون این شکلی میگذره. بعد اینکه باید یه سری چیزای دیگر هم برنامه‌ریزی بکنم. مثلا یه زندگی بسیار بسیار فشرده. الان وقتی پزشکین و وقتی میخواین به همه کاراتون برسین، خیلی خیلی باید برنامه ریزیتون قوی باشه، مدیریت زمانتون به شدت باید قوی باشه. من از اوایل همیشه برنامه ریزی رو خودم کرده بودم و از این موقع به مامانم برنامه می نوشتم، مامان فلان ساعت تا فلان ساعت این کارو بکن، بعد این کارو بکن. واسه همون این مدیریت زمان، چون من از قبل عادت داشتم، خیلی واسم کمک میکنه. ببین، چون الان باید اولا با 2 خانواده طرفی و باید هر 2 طرف رو راضی نگه داری. این به این معنیه که باید وقت بذاری، باید زنگ بزنی، اونا زنگ میزنن جواب بدی. مثلا مامانم اینا دلمون بهشون تنگ میشه، باید وقت داشته باشیم که بریم بهشون سر بزنیم. خب در کنار همه اینها، روابط خانوادگی که سعی میکنی خوب نگرش داری، روابط دوستانه هم داری. بالاخره دوستای خیلی نزدیک داری، هم تو هم همسرت، باید حواست به اونا هم باشه. از یه طرف باید خریدای خونه رو مثلا انجام بدیم، چیزایی که لازمه. مثلا هر چی فرصت میکنیم ظرفینا رو بشوری، لباسا رو بشوری، باید سریع باشی کلا.
و با وجود همه اینها سر کار رفتن، خسته شدن تو راه، چون من هر روز تقریبا 2 ساعت خورده فقط تو ترافیکم. خب خیلی خسته میرسی خونه وقتی این شکلیه. باید بدونی که چجوری اون خستگی تو میتونی از بین ببری. دوش بگیری بهتر میشه، 1 ساعت بخوابی بهتر میشه، بیرون قهوه بخوری بهتر میشه. خیلی خوب باید خودتو بشناسی که چجوری خستگیت در میره. اگه حست بده چجوری میتونی خوب کنی حستو. ببینین اینا شاید خیلی کلیشه باشه واسهتون، شاید بگین که اینا که راجع به پزشکی نیست. خیلی هم راجع به پزشکیه. شما ببین همه اینو میدونن که خیلی درس بخونن موفق میشن، همه اینو میدونن که استراتژی درس خوندن، کدوم کتاب بهتره، کدوم استاد بهتره. ما تو چیزای خیلی ساده گیر میکنیم. این که مثلا چرا نمیتونم سر میز بشینم درس بخونم، چرا هی حوصله‌ام سر میره، چرا نمیتونم به کارام برسم، چرا نمیتونم برنامه‌مو مدیریت کنم. اینا رو اگه درست حسابی بلد باشیم ذاتاً همه کارامون رو ما از پسش برمیایم. الان اینجا شروع به کار کردم. تقریبا ماهیانه حدود 8 تا کشیک قراره داشته باشم. بعد فرداشونم قراره برم خونه از 10 صبح تا روز بعدی. بعد اینکه خب یه سری مسئولیتایی هست که اینجا وقتی مریضا رو به تو میسپارن باید حواست خیلی به اونا باشه، چون الان تو بخشی که من کار میکنم خیلی مریض بدحال زیاده، چون اکثرشون از نظر ویتال و نبض و تنفس و فلان و فلان خیلی آنستیبلن و تو باید هر لحظه خیلی آلرت باشی. یه اتفاقی که افتاد بدونی کدوم مریض رو باید منتقل کنی به یه بیمارستان دیگه، چون این بیمارستانی که من الان اینجا کار میکنم از نظر پزشکی امکاناتش محدوده کمی، چون مثلا اگه یه مریض رو بخوای فرضاً انتوبه بکنی باید اینجا میتونی بکنی، ولی ترجیحاً بهتره که به مرکز بفرستی. بیمارستان ما چند شعبه داره و این شعبهش دور از مرکز، بر همون باید اینا رو از قبل پیش بینی کنی، به موقع بفرستی مریضو. بعد اینکه یه ترسی هست که در واقع بگم بود، من هر کاری رو که شروع میکنم این ترسه همیشه تو وجود من هست که میتونم از پسش بر بیام یا نه. یه بخش تازه از اطلاعات تازه میخواد، یه آدم انسان جدید میشناسی، باهاشون باید ارتباط خوب و درست برقرار کنی. همه اینا بالاخره یه استرسی وارد میکنه با آدم. از طرف دیگه یه محیط جدید کاریه، از طرف دیگه من خونم رو عوض کردم، رفتم به یه خونه دیگه توی یه خیابون و محله خیلی دورتر از خونه قبلی خودم. من همزمان به خیلی از چیزا باید آداپته می شدم و خدا رو شکر شدمم. سعی کردم انرژیمو مثبت نگه دارم، سعی کردم هر موقع ترسیدم، هر موقع استرس گرفتم، از کسایی که خیلی دوستشون دارم کمک بخوام. من یه عادتی دارم، مثلا اگه فرض کن مثلا همین دیشب احساس کردم که خیلی استرس دارم، امروز قرار بود بیام کشیک، بعد مثلا از یه دوست خیلی نزدیکم گفتم که مثلا به محبتت خیلی احتیاج دارم، بعد قرار گذاشتیم هم دیگر بغل کردیم و اینا، حالم خیلی بهتر شد. بعد یه اصطلاحی هست میگم به طرز اقدام کن. واقعا همه این ترس ها پوچه. وقتی تنها راه برای مقابله با اونا کاملا دویدن به سمت اوناست، نه فرار کردن. و وقتی این کارو میکنی میبینی که فقط تو ذهنت بزرگ کردی، اصلا چیزی واسه ترسیدن وجود نداره. من تو ویدیوهای قبلی راجع به روش مطالعه، افزایش تمرکز و غیره ویدیو گذاشتم. حالا باز اگه چیزای تازه‌ای که تو ویدیوهای قبلی نیست میخواین ویدیو ریکورد کنم برام حتما بگین. من بیشتر سعی میکنم رو مطالبی تمرکز کنم که بدونین آینده وقتی پزشک شدین چه جور زندگی قراره داشته باشین. یعنی مثلا کشیک چه جوری میگذره، آخر هفته خونه نیستی چه جوری میگذره، چیکار کنی که بتونی قابلیتاتو افزایش بدی، از نظر شخصیتی یه شخصیت قوی داشته باشی. من فعلا روی این موضوع تمرکز کردم. باز حتما برام تو کامنت ها بنویسین که میخواین راجع به چی ادامه بدیم. بعد اینکه بگیم برام چطورین، خوب پیش میره یا نه. خیلی وقت صحبت نکردیم، برام کامنت بذارین، دلم تنگ شده.
آره بازم صحبت کنیم. من فکر کنم از این به بعد یکم مرتب تر ویدیو ریکورد کنم ایشالله. فعلا تو این ویدیو در همین حد کافیه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.